ما یک بخشی در مغز داریم تحت عنوان reptilian brain، مغز خزنده. این تمرکزش روی بقا، حفظ بقاه. بعد آمیگدالو داریم که هیجانات، احساسات چه، و بعد بخش کورتکس، بخش مغز انسانی و خیلی مهمه. 92% تصمیمات انسان ها متأثر از دو بخش اوله. یعنی تصمیمات به شدت حیوانی است. بقا بسیار مهمه، همان چیزی که ما تو اخلاق اسلامی و عرفان اسلامیش میگیم نفس. برخلاف نفست شما یه کاری میکنید یعنی چی؟ بچه کوچیک اصلا اون بخش کورتکسش هنو خیلی رد عصبی نساخته، بر همین آبرو حیثیتتون رو میبره. توی مهمونی میرید شکلات برمیداره، کنترل ادرار نداره، این حیوان برخورد میکنه. غذا ببینی میره سمتش برمیداره. حتی شما حیوانم وقتی میخواد این کارو نکنه شرطیش میکنید با بقایش. یعنی چی؟ میگی سمت این غذا اینجوری بری کتک خوردی، بازم بقایشو به خطر میندازید که اون کار انجام نمیده. اینجا شما چطور برای یک هوش مصنوعی میخواید این نظامات رو تعریف بکنید؟ فرض بگیریم این کار رو کرد. میخوام بگم همین انسانی که الان اشرف مخلوقاته 92% تصمیماتش متأثر از دو بخش حیوانی مغز انسانه. اومدیم اینو ساختیم. خب شما با یه موجودی مواجهید، خب با بغض نداره، دلیلی نداره یه چیز خوشش بیاد، هم شهری بازی نمیفهمه، یا نه میخوای دستکاری کنی تو براش وزن قرار بده. خب این تو در خلقت او تأثیر گذاشتی. آمدیم فرض دیگه اینو کپی زدیم. آیا در این روح دمیده خواهد شد یا نه؟ سوال اصلی اینه. اگه راجع به آخرالزمان دارید حرف میزنید، مسئله من اینه. در این روح عین این کارو کپی کرده. شما الان میگید یک سندروم داونی روح دارد یا ندارد؟ جوابم بدید. خب او داشته باشه نداشته باشه؟ دقیقاً علت برتری او رو چی میبینید؟ که او داشته باشد این نداشته باشد. و اگر روح دارد احکامش چی میشه؟ شما اجازه دارید دیتابیس اینو پاک کنید، اجازه دارید بکشیدش، اجازه دارید دستکاری کنید پروتکل هاشو. اگر راجع به آخرالزمان دارید حرف میزنید، اون موقعی که این AGI فعال و بعد از اون اصلا حالا میگن دهه ها بعدن ASI قرار فعال بشه، اون موقع با موجودی مواجهید که حب و بغض ندارد، دسترسی بسیار بالا دارد، فراموشی ندارد. من شما اسم طرف چی بود یادمون رفت؟ آخه این ببخشید اشتباه کردم، یه لحظه فراموش کردم. دسترسی بسیار بالا دارد. شما چند تا حس دارید؟ 5 تا. و انواع اقسام سنسورها رو میتونه داشته باشه. چش شما شب نمیبینه، میتونه دید در شب داشته باشه. مغز من شما ارتفاع سنج به اون معنی نداره، اینا ارتفاع سنج هم دارن، سرعت بادم محاسبه میتونه بکنه، سرما و گرما رو هم محاسبه کنه ها. 10 ها حس و سنسور داشته باشه، بتونه آنالیز بکنه و شما بتونه کتب خطی رو بخونه، بتونه PDF رو به ورد تبدیل کنه، تمام کتب خطی رو بخونه، بدون حب و بغض. یک مناظره‌ای که 2000 سال پیش بین یک مسیحی مثلا چه میدونم فلان فرقه با به همان فرقه شکل گرفته رو بررسی کنه، ببینه کی ارجاع درستری داده، منبع شناسی کنه، همه این کارو بکنه، بعد به یک باره به تمام گوشی‌های موبایل‌های شما یک پیامی بیاید. می‌خوای اسمشو بذاری صحیحه؟ متناسب با زبان شما رو گوشی موبایلتون بیاد بگه آقا حق با فلانی بود. درست شد؟ ما چیکار کنیم؟ تا الان صحیحه رو یه پدیده معجزه‌وار می‌دیدید. من اون رو رد نمی‌کنم، نمیتونم هم رد کنم منطقاً، اما میگم خیلی اون طرفم الزامی نداره بگردید. همینجا گوشی موبایلتون نگاه کنید. شاید چون این تصمیم است، چون میگه تا شب بدلشو میزنن چه دسترسی رو ازش میگیرن، یه پیام فیک میفرستن. اینا مشکل میگه صحیحه آسمانی قبل از ظهور اتفاق افتاد. من از ابتدای خلقت مجبور شدم تا انتها رو بگم، حالا بخششو میام باز میکنم. ببخشید.